بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، شب شما بخیر. به این بسته خبری با من علی رضایی خوش آمدید. حالا مشروع خبرها. در دومین روز کنفرانس بین‌المللی آب که در کابل برگزار شد، شرکت کنندگان در گروه‌های کاری مختلف عوامل بحران کم‌آبی را بررسی کرده و هشدار دادند منابع آبی کشور رو به کاهش است. آنان بر ضرورت جلوگیری از استفاده بی‌رویه آب و اعمال مدیریت مؤثر بر این منبع حیاتی تأکید کردند. برخی از پژوهشگران خارجی حاضر در این نشست از جامعه جهانی و نهادهای بین‌المللی خواستند افغانستان را در مبارزه با بحران کم‌آبی و پیامدهای تغییرات اقلیمی یاری رسانند. محمد اسلام بهنوش گزارش می‌دهد. مهمترین مسئله رشد نفوس است و کم شدن سطح آب در کابل است. دومین روز از کنفرانس بین‌المللی آب اینجا در تالار لوی جرگه. نشسته که به بستر برای تبادل دانش و تجارب در راستای مقابله با بحران کم‌آبی و چالش‌های ناشی از تغییرات اقلیمی بدل شده است. از دید اشتراک کنندگان، این نشست گامی ارزشمند در جهت یافتن راهکارهای مناسب برای مدیریت منابع آبی کشور و کاهش بحران موجود به شمار می‌رود. روی ابعاد مختلف حوزه مدیریت آب منابع افغانستان توسط این مقالات تمرکز گردیده و بدون شک میتونه گام موثری در راستای مدیریت همه جانبه منابع افغانستان باشه. دغه کنفرانس نه تنها د عامه پوهاوی په برخه کې مهم دی، بلکې دغه به وکولای شي چې د افغانستان د اوبو مدیریت کوم چې اوس د افغانستان ورسره مخامخ دی، خصوصا د کابل اوسیدونکو د دوی دفاع حل لارې او پایدار حل لارې پیدا کړي. این کنفرانس که به میزبانی دانشگاه پلی‌تکنیک کابل برای 3 روز برگزار شده، میزبانی اساتید و پژوهشگرانی از داخل و خارج کشور است. پژوهشگران خارجی با اشاره به وخامت بحران کم‌آبی و تأثیرات تغییرات اقلیمی در افغانستان از جامعه جهانی و کشورهای منطقه خواستند که این کشور را در مقابله با این بحران همکاری کنند. من از جامعه جهانی به ویژه سازمان ملل و نهادهای تمویل کننده خصوصا در خاورمیانه می‌خواهم که به افغانستان بیایند و در حوزه مدیریت آب سرمایه گذاری کنند تا تأسیسات آبی توسعه یابد. مقابله با تأثیرات تغییرات اقلیمی برای هر کشوری ضروری است و هر کشوری به تنهایی قادر به حل این بحران نیست. کشورها باید با همکاری و تبادل دانش، توسعه تحقیقات و ایجاد تعاملات سطح بالا راهکارهای مؤثری را برای این چالش جهانی بیابند. سطح آب در شهر کابل بسیار پایین بوده است. یکی از نگرانی‌هایی که اینجا مطرح شد، کاهش آب‌های زیرزمینی است. شرکت کنندگان ضمن تاکید بر مدیریت پایدار منابع آبی از شهروندان و نهادهای حکومتی خواستند تا از استفاده بی‌رویه آب خودداری کرده و این سرمایه حیاتی را به درستی مدیریت کنند. موږ باید پوه شو چې کوم سیمو کې موږ مدیریت ضرورت لرو، په کوم سیمو کې موږ کولای شو چې هلته باید چک ډمونه جوړ شي، بندونه جوړ شي، د نور شیان جوړ شي، او په کومه کارونه وکړو عامه پوهاوی باید وکړو، خلک باید پوه کړو په اطرافو کې، په سیمو کې، په کلیو کې، بانډو کې موږ باید د خلک پوه کړو چې دغه اوبه د موږ استراتیژیک شتمنی ده، د دې نه باید په کمه توګه استفاده وکړو، عمر استفاده وکړو چې څومره لازم اوسي. قرار است برآیند نشست 3 روزه کنفرانس بین‌المللی آب به نهادهای حکومتی داده شود تا با استفاده از نظریات و تجربیات و پیشنهادات اشتراک کنندگان این نشست در حل بحران کم‌آبی و مدیریت آب افغانستان استفاده گردد.